با دلیل تامین نمودن امنیت ورزشگران سامبوچیان توجک در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان که 11 نوامبر سال 2022 در بیشکک پایتخت قرقیزستان آغاز یافت شرکت نمی‌کنند. ناصر بازار سرمربی تیم منتخب سامبوی تاجیکستان با تصدیق این خبر بعض پلیس گفت آنها مسابقه‌های داخلی را گذرانیده دسته منتخب را برای شرکت انتخاب و همه اجرت‌های آنها را برای سفر آماده کردند، ولی از وزارت کارهای خارجی و دیگر نیروهای مسئول پاسخ گرفتند که کفالت امنیت ورزشگران تامین نیست. از این رو از سفر دست کشیدند. وقتی مقامات مسئول کشور امنیت ورزشگران را کفالت نمیدهند، ما برای شرکت در مسابقه جان جوانان را در خطر گذاشتن نمیتوانیم. اگر امنیت بچه‌ها را کفالت میدادند میرفتیم. محض همین چیز سبب شد که ما در این مسابقه سطح جهانی شرکت کردن نتوانستیم. اظهار نگرانی کرد ناصر بازار. دسته منتخب تاجیکستان در مسابقه های گذشته قهرمانی سامبوی جهان پیوسته اشتراک داشت. تا حال بیروز خوجزاده، خوشقدم خسروف و اکمالدین کریموف سه پهلوان تاجیک در رشته سامبوی ورزشی و سیرالدین اکراموف و ایرج رحیموف دو نفر دیگر در نمود سامبوی رمزی قهرمان جهان شدند. تاجیکستان و قرقیزستان در مسئله مشخص‌سازی خط سرحد بحث‌های شدید دارند و بعضا این بحث‌ها باعث سر زدن مناقشه در سرحد نیز می‌شوند. آخرین مناقشه مسلحانه در سرحد این دو کشور 14 سپتامبر سال جاری رخ داد که در نتیجه آن از جانب تاجیکستان 41 تن جان باخته 204 نفر مجروح شدند. مقامات قرقیزستان از تلفات 63 نفر و مجروح شدن 10 تن دیگر گزارش دادند.